سرخط مهمترین خبرها: از جریمه تا 10 سال زندان، جزا برای دزدی برق در تاجیکستان. حکومت برای آوردن صدها تن محصولات به یک کارخانه امتیاز داد. و بعد تهدید ترامپ، ارتش ایران به حالت آماده باش جنگی گذشته است. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرها تقدیم شما میکنیم. امروز 7 اپریل سال 2025 است. در تاجیکستان برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی تعیین کرده شد. لایحه قانون را در این باره پارلمان تاجیکستان روز 2 اپریل قبول کرد و اکنون در کدکس جنایی ماده 9 علاوه شد که از 3 قسم عبارت است. مطابق قسم 1 ماده مذکور، برای از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابی برقی و تغییر دادن نشانداد آن به مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده برق، اینچنین استفاده برق به پیوستگونی به حساب کنک، از 27,000 تا 41,000 سوم جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. شرط هم این است که اگر چنین کردار در دوام 1 سال پس از تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد. طبق قسم 2 ماده مذکور، دزدی برق یا نسپاریدن پول به مقداری کلان یا اگر این عمل از جانب منصبدار صادر شود، گناهکار از 60 تا 90,000 سوم جریمه یا از 3 تا 6 سال زندانی می شود. مقامات گفتند برای دزدی برق یا نسپردن پول آن به مقداری کلان یا از سوی تشکیلات جنایتی از 6 تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. پیشنهاد جزای جنایی برای نپرداختن پول برق روز 27 مارس در جلسه حکومت از زبان پرزیدنت امامعلی رحمان صدا داد. این پیشنهاد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به میان آورد. شماری از ساکنان گفتند بعضی شاید مبلغ ندارند که سریع وقت پول برق را سپارند و برای همین قطع کردن برق کافی است. بینندگان عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. حکومت تاجیکستان واردات صدها تن محصولات را به کشور از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرده است. بر اساس قرار حکومت، آژانس ذخیره‌های ماده دولتی به پرداختن باج دولتی و تنها با سپردن نیم انداز از ارزش علاوه شده 100,000 تن گندم، 30,000 تن شکر، 1000 تن برنج و روغن رستنی و همچنین 200,000 تن سوزشواری دیزلی و بنزین را به کشور وارد می‌کند. مقامات میگویند که هدف از دادن امتیاز به آژانس ذخیره‌های ماده دولتی، یک نهاد دولتی معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری است، اما صاحبکاران و کارشناسان اقتصادی دادن امتیاز به یک اداره دولتی را که اشتراکچی بازار است خلاف رقابت می‌دانند. حکومت تاجیکستان مهلت وارد کردن 2 هواپیمای سامان ایر را به کشور تمدید کرده، همچنین باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده آزاد کرده است. در قرار حکومت که رادیوی آزادی 7 اپریل به آن شناس شد آمده است، شرکت سامان ایر حق دارد 2 هواپیمای بوئینگ 737-800 را تا 30 آگوست سال 2026 به کشور وارد کند. شرکت از پرداخت باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده هنگام آوردن هواپیماها آزاد است، اما حجم مبلغ باج و انداز معلوم نیست. در حجت رسمی واردات موقتی نوشته شده است، اما معلوم نیست که هواپیماها برای چند وقت به تاجیکستان آورده می شوند. دفتر مطبوعاتی شرکت سامان ایر پیشتر خبر داده بود که هواپیماهای بوئینگ 737-800 از شرکت لیزینگی دای کپیتال امارات متحده عربی خریده می شوند. سامان ایر یگانه شرکت مستقل هواپیمایی در تاجیکستان و در عین زمان شرکت بدون رقیب جدید در کشور گفته می شود. مشتریان یک شرکت ساختمانی در شهر دوشنبه از فریب خوردنشان شکایت دارند. به گفته ساکنان ناراضی، آنها از شرکت سلمان انشاءات خانه خریدند، ولی بعدا معلوم شده است که این شرکت یک منزل را به چند کس فروخته است. با وجود زندانی شدن رئیس شرکت، ساکنان نتوانستند مبلغ‌های خود را پس بگیرند. ادامه موضوع در گزارش علیشیر ظریفی. این ساکنان به امید آنکه صاحب خانه خود شوند به شرکت بیناکاری سلمان انشاءات پول دادند، ولی صاحب منزل نشدند. آشکار گشته است که یک خانه به چند نفر فروخته شده است. حالا آمدند و در اینجا رهبران شرکت را نمی‌یابند تا به پرسش‌هایشان پاسخ گیرند. همه общем $66,000 دادم. $66,000 برای 2 خانه. برای 2 خانه، برای یک خانه ها یا تا 2 خانه ها. خانه دختر ما 5 کس فروخته. همه جیتلو را هر مشب 5 آدمی فروختگان خانه را. بلندوشانه‌ای که از توی شرکت سلمان انشاءات بنیاد شده است، در کوچه ال بیرونی پایتخت است.
این مرد بعد یک سال زندگی در منزل خریده‌اش ناگهان فهمید که خانه او را به کسی دیگر هم فروختند. من همین خانه را که خریدم یک مقصد کاری خریدم زندگی کنم. من امروز خانه دیگر ندارم. من کاری همین حالا 4 سال کوارتیران شتگی همین خانه را خریدم. ولی بعدی ما کشم میرم. ولی که مرا میکشونم. ما از همینو خواهش داریم که بداری ما رسن. من 12 سال در مهاجرت کار کردم. صاحب خانه 12 سال کدی اویلم فرزندان کرد. انا امروز میگن که میکشونی ما کشم میرم. یک از ضرری مرا کی؟ ما خانه را از سلمان نشاد خریدگیم. از کوچه نخریدگیم. میگوید مثل او در مجموع بیشتر از 40 نفر خود را جبر دیده می‌یابند. دادستانی نسبت مدیر شرکت انتظار اسدبеков با گمان قلابی و ساختکاری پرونده تکمیل نموده به دادگاه سینای دوشنبه فرستاده است. در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه تصدیق نمودند که انتظار اسدبеков به مدت 14 سال محکوم به زندان شده است، ولی با دلیل آنکه حکم قوای قانونی نگرفته است نمیتوانند آن را شرح دهند. تلاش‌های ما برای پیدا نمودن وکیل مدافع انتظار اسدبеков به نتیجه ماند. دو منبع آگاه از پرونده گفتند او در مرافعه‌های دادگاهی نه همه عیبنامه را بر دوش گرفته است. مشتریان از حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند با گذشت بیشتر از 3 ماه دادرس نسخه حکم را به آنها نداده است. این در حالی است که قانونگذاری تاجیکستان دسترسی جبردیده را به حکم پیش بینی نموده است. 14 سال حکم رهبر شرکت مشکل مشتریان را حل و نگرانی آنها را کم نکرده است. شما به شرکت دادیم، ما به ما انتظار ندادیم و شرکت به اون پرچون انتظار نجاده ما کسی را او بگالت را همش عیب داره. ولی میپرسم میگم من چیز از شما گرفتم، من با ساختمان استفاده بردم. این ساکنان نفری را با نام مهدی کریمزاده آدمی اساسی در کار شرکت می‌یابند که به قول آنها او نیز باید پاسخگو باشد، زیرا باور ندارند که یک نفر تمام مبلغ‌هایشان را از خود کرده باشد. ولی نماینده شرکت چیزی دیگر میگوید. همون کریمزاده مهدی و یک شهروند دیگر جمهوری تاجیکستان وکیل سید اکمل، همین هر دو نفر با اسدبek انتظار شرطنامه می‌بندند، اگر شرطنامه سهمگذاری همین همچون سهمگذار در همون شرکت برآمد میکنند. بعدا یکم عریضه از جانب همین دو نفر که سهمگذارا هستند و مقامات پرکاتورا پیشنهاد کرده می شود. در اساس عریضه همین بعد پرونده جنایتی آغاز کرده می شود. بعد دیگر شهروندان هم عریضه پیشنهاد میکنند که جبردیده اعتراف کرده می شوند. فعلا معلوم نیست سرنوشت دهها جبردیده چی خواهد شد. میگویند مراجعت‌هایشان به دادستانی کل و حکومت دوشنبه نیز به نتیجه مانده است. یگانه طلبشان این بوده است که یا مبلغ‌هایشان بازگردانیده شود یا به منزل تامین گردند. در پی تهدید دونالد ترامپ به بمباران کردن ایران، ارتش این کشور به حالت آماده باشی جنگی گذشته است. خبرگزاری رایترز با تکیه به مقامات بلندپایه ایران نوشته است که دستور آماده باشی ارتش از سوی رهبر این کشور علی خامنه‌ای صادر شده است. آخر ماه مارس پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر واشنگتن و تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران به سازش نرسند، ایالات متحده آمریکا به ایران حمله می‌کند. به اطلاع منابع رایترز، ایران مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرده گفته است با واشنگتن از طریق میانه‌رو مذاکره می‌کند. تهران می‌خواهد کشور عمان میانه‌رو این گفتگوها باشد. به گزارش رایترز، ایران به عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه و بحرین نامه نوشته هشدار داده است که هر گونه دستگیری از حمله آمریکا به ایران همچون عمل دشمنانه بها داده می شود. در نامه تهران آمده است کمک به آمریکا در حمله به ایران برای کشورها عاقبت‌های جدی خواهد آورد. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها گفته است که مذاکرات و دست یافتن به سازش هسته‌ای با ایران را بر حمله نظامی ترجیح می دهد.
صدها نفر در ایالات متحده آمریکا علیه رئیس جمهور دونالد ترامپ و ایلان ماسک مدیر دپارتمنت کارآمدی حکومت اعتراض کردند. این بزرگترین تظاهرات از زمان انتخاب دوباره ترامپ به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در تمام ایالت‌ها بیش از 1000 نمایش اعتراضی برگزار شد. یکی از تظاهرات در نزدیکی میدان بازی گلف ترامپ در ایالت فلوریدا گذشته است. به گزارش رایترز نزدیک 400 نفر در نزدیکی منزل پرزیدنت در این ایالت جمع شدند. سازمان دهندگان تظاهرات که اساساً طرفداران دموکرات ها می باشند گفتند که مقابل غصب قدرت هستند. معترضان از برکناری کارمندان دولتی، بستن نهادها، کاهش مبلغ گذاری بخش تندرستی و اندازهای نو ناراضگی کردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 اپریل را فرا می‌گیرد. هفتم اپریل روزی 7 اپریل با تشبث سازمان جهانی تندرستی روز جهانی بهداشت تجلیل می شود و در این روز به خصوص کار و زحمت خادمان طب، همشیره و دایه ها قدردانی می شود. در تاجیکستان به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس کارمندان طب و همشیره ها به ارتش قوی کمک در معالجه اهالی تبدیل شدند و شبانه روزی در بیمارخانه و هم خانه به خانه گشته بیماران را نجات می دادند. ده ها کارمندان طب هنگام اجرای وظیفه کسبی خود در دوره پاندمی کووید 19 جان دادند. 7 اپریل سال 2021 رئیس شرکت زمان مشهور امید 88 در زندان درگذشت. رجب علی آدینیف که در بازار مواد سوخت و ساحه‌های دیگر پیشتاز بود، برای صادر کردن یک قطار جنایت‌های اقتصادی سال 2017 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. تلاش‌های او و نزدیکانش برای بازبینی حکم بی‌نتیجه بود و نهایت پس از یک جراحی در محبس درگذشت. شرایط حبس و زندانی شوی صاحبکاری تاجیک که تا حبسش در عمری تجارتش را به آدم نزدیک به حکومت بودنش ربط می‌دادند، برای مطبوعات ناروشن مانده همه این را به رقابت ناسالم با یکی از مونوپولیست‌های بازار سوخت ربط می‌دهند. 7 اپریل سال 2013 استاد معروف ژورنالیستان تاجیک پیوند گلمرادزاده درگذشت. استاد و سابق دکان فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در 56 سالگی از درد دل درگذشت. محقق موضوع تشکل پوبلیسیستیکای شوروی تاجیک یک شخص بیداردل و معارف پرور بود و ده ها شاگرد تربیت کرد. او همچنین مدت مجله مهرگیا را نشر کرد که عقیده های ملی گرایانه را تبلیغ می نمود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 127 سامان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1082 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالبی شما می باشیم.